برادران عزیز و گرامی قدر، انشاءالله رب العالمین امروز هم باشد صحبت ما درباره جواب سوالهای هست که برادران به ما فرستادند. برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، مردی که همسر خود را طلاق داد در یک جا نشسته صحبت کردن ممکن است؟ یعنی برادر سوال کرده است که وقتی انسان همسرش را طلاق میکند، بعد از طلاق کردن آیا این دو شخصیت، این زن و مردی که یعنی طلاق شده از زنش، اینها هر دو در یک جا نشسته صحبت کرده میتوانند؟ برادر عزیز، نمیتوانند اینها در یک جا نشسته صحبت کردن. اگرچه مصلحت برای صلح کردن و اصلاح بینشان هم باشه، برای این دو نفر یعنی شرط ضرور است که از جانب دختر یگان محرمش یعنی ولیش، پدرش باشه یا اینکه برادرش باشه یا اینکه یگان محرمش باید همراه اینها باشند، به شرط عدهشان گذشته باشه. اما در دوام عده طلاق باشه البته را میتوانند، به شرطی که عدهشون گذشته باشه. بعد عده طلاق گفتیم که 3 کسل زنانه است. انسان 3 حیض که دید عده طلاقش بود میشود، بعد از اون میتونه شوهر کرده روه. اما پیش از 3 کسل زنانه یعنی پیش از حیض، 3 حیض زن در عده طلاق است، شوهر کرده نمیتونه. در مدت همین عدهش اگر یعنی شوهر بخواه که صلح کنن و یعنی مقصد و قصدشون دوباره نکاح کردن باشه، البته را میتوانند. اما بعد از عده باشه، در این صورت براشون ضرور است، لازم است که یعنی از جانب دختر یگان محرمش همراهشون باشند، چون که برای زن بیگانه شده است، دیگه نمیتوانند یک جا نشسته صحبت کنند. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای عزیز، خداوند از این هم علم شما را زیاد گرداند. داملای التماس به سوال ما جواب دهید. ما در روسیه در کرانتین در خانه 7 نفر خورد و خوراک همه کسب پول پرتافته میخریم، اما 2 نفر ما از پول حرام پول میپرتایند، به 5 نفر دیگرمان این چه حکم داره؟ جوابش رو انتظار هستیم. اکنون برادر عزیز، پول حرامی که شما میگویه، اینجا منظور از حرام بودن پول چی هست؟ آیا وای پول عرق است یا پول یعنی یگان چیزی حرام از راه فحشا هست؟ از کدام جهت حرام است؟ فقط شما یک حیله شرعی کنه برادر عزیز، به خاطر وقتی شما شبهه داره که پولهای وای اگر پول حرام باشند در اصل البته برای شما ضرر دارد. شما فقط یک کار کرده میتوانه که یک کسی از شما از پول خودش رفته یعنی خوراکه را خرید میکنه، میاره به خانه را، بعد از اون تقسیم میکنه، سر هر کدام چند سومی که رسید او پول وای جمع کرده بخچه میگیره. در این صورت ضرر نداره، اگرچه اون پولها برای او 2 نفر هم حرام باشند، اما وقتی که قرضی یعنی خوراکشون میدهند، در این صورت به انسان گیرنده را ضرر نداره. اما در حالتی که همه کسا پول میپرتوی برای خوراک خریدن، در این صورت البته را ضرر داره برادر عزیز. بهتر برای شما همین است که شما پیش از ای که یعنی خوراکه میگیره، یک کدام از شما اون خوراکه را خرید کنه، بعد از اون هم پول خوراکه را تقسیم کنه در 7 نفر چند سومی که رسه، اونها هم سوم دیان، انسان خرید کننده سوم اونها را گیره، براش ضرر نداره برادر عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم، نماز تهجد را بعد از شیرینی خواب خسته خواندن جایز است و ما اگر خواب نکرده خوانیم ثوابش همچنان باشد؟ التماس جواب دهید، منتظریم. در حق ما دعاگو باشید. دعا گوید داملو جان، خداوند شما را نگهبان باشه پروردگار. برادر عزیز، نماز تهجد بهترین برای وقت خواندنش در 3 آخر شب است. مثلا شب 3 تقسیم میکنی، 3 حصه آخرش مثلا پیش از سحر خوراکتون باشه یا اینکه بعد از سحر خوراک پیش از صبح دمیدن باشن، بهترین وقت برای خواندنش همون وقت است. اما انسان میتوانه که بعد از نماز خفتنش، مثلا امروزها ساعتی در شهرهای ما 11-12 میشد مقصد خفتن رو میخونیم، ساعت 1 پیش از 1 باشه، یعنی این حالت ها هم انسان میتونه، انسانی که باور نداشته باشه که یعنی از سحر بر وقت است میتونه که بعد از نماز خفتنش از سر شب هم یعنی نماز تهجد چه خانه و خواب روه.
اما به انسانی که اگر بیدار بمانه براش بهتر است که در سیگ آخری شب بخونه، انشاءالله او براش ثوابش بهتر است. اکنون سوال شما که انسان پیش از خواب خانه یا بعد از خواب در این شرط نیست، فقط یعنی افضل و اولا بهتر براش این است که انسان در سیگ آخری شب خونه. خب جو برادری از سوال کرده که سلام علیکم دوملا جان، سوال در ماه مبارک رمضان وقت شیطان ها بسته باشند، این خیل باشد چه خیل در خواب شیطان فریب میکند ما را؟ خب امیدوارم سوال فهم است دوملا جان. خب دانشجویان گارود 15 هستیم در کرانتین محکم. خواهش دارم که در حق ما یک از درون دل دست برداشته از الله تعالی مغفرت ما را کنید. باقی الله نگهبانتان. دوستی الله سلامت باشی. خداوند برادر عزیز و بزرگوار در این ماه، در این دهه مغفرت، خداوند گناه های شما را مغفرت بگردانه و پروردگار برای شما در تحصیلات و کشایش و سبکی ها و آسانی ها را و برکت ها را خداوند نصیب فرماید و خداوند براتون بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه. اکنون برادر عزیز شما گفته که در این ماه شیطان ها بسته هستند، چه خیلی انسان احتلام میشه مثلا شیطانش میزنه. برادر عزیز شیطان ها بستنشون به این مقصد و مراده هست که در این ماه اکثر مردم روزدار هستند. شیطان ها از دستشون نمی آید که اینها را یعنی فریب و وسواس کنه، اینها را از راه بزنه، اینها را دچار و مبتلای گناه بگردانه. به همین منظور است که شیطان ها یعنی به بند بسته هستند، به زنجیر بسته هستند و ها محکم هستند که دیگر نمیتوانند که بنده های خدا را یعنی که فریب کنن، از راه بزنن. به همین منظور و مقصد است. نباشه امروز میلیون ها شیطان انسانی هست که در روی دنیا گشته ایستادن، نه روزه میگیرن، نه نماز میخوانن، فقط کار اونها فتنه اندازی و اختلاف و تفریقه است. این چنین با هزارها و میلیون ها یعنی شیطان های جینی هستند که میگردند در بین انسان ها. منظور از بسته شدن شیطان ها این است که در این ماه اونها گناهی یعنی وسواس و فریب کم میتوانند بنده های خدا را کرده. به همین منظور است برادر عزیز بزرگوار. خب جا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم دامولای محترم، اگر انسان میرد بعد از مردن آیا کارهای خوبی که کرده بود مردم یادش کنن به نیکی برای وی ثواب میرسد؟ بله برادری عزیز، وقتی که انسان در دنیا کارهای خوب و نیک کرده بود، وقتی که از دنیا رفت، بعد از رفتنش وقتی مردم و یا به نیکی یاد میکنن، در حقش دعا میکنن، میگن خداوند رحمتش کنه، خداوند مغفرتش کنه، البته را ثواب برای وی میرسه. چون که حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که این حدیث مسلم روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت گفتن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. گفتن وقتی فرزند آدم یعنی انسان وقتی میمیرد، خداوند نامه اعمال وی محکم میکنه. اون نامه اعمالی که ثواب و گناه نوشته میشد اون خداوند محکم میکنه، یعنی پوشیده میگردانه، در او دیگر چیزی نوشته نمیشود. پیغمبر بزرگوار گفتن مگر 3 گروه مردم خداوند نامه اعمالشون محکم نمیکنه، اگرچه مرده باشن هم نامه اعمال اینها کشاده است و در وی ثواب نوشته میشه. اینها کی هستن اکن؟ یکی از اونها صدقه جاریه، انسانی که صدقه جاریه کرده، مثلا مسجد آباد کرده، راه آباد کرده، یک جایی که کوپریک نداره جا کوپریک کرده، به جای بی آب آب برده، یعنی درخت چینانده است و باغ کرده است، به یک طالب علم کتاب خریده است، مدرسه آباد کرده است. اینها همش در صدقه جاریه داخل می شوند. تا وقتی که این کاری او مرد هست، یعنی مردم وقتی این چیز استفاده میبرن، مثلا در راه او مردم وقتی میرن، در مسجد وی نماز میخونن، در مدرسه او درس است، از او چشمه که آب برده بود یا اینکه از اون جویباری که آب برده بود، وقتی مردم آب مینوشن، در نامه اعمال این شخصیت ثواب نوشته میشود. دویمش پیغمبر بزرگوار گفتن او علم ینتفع به، علمی که مردم منفعتش را برده اند. مثلا یک عالم
چقدر شاگرد زیاد برآورد، مربی خوب بود، تربیه‌گر خوب بود، شاگردای وی شاگرد برآوردن. یعنی یک انسان یک کس نماز خوان کرده است، تا وقتی که وی نماز میخونه ثوابش به انسان تعلیم دهنده و یاد دهنده یعنی نوشته میشه، ثوابش به وی میرسه. این چنین عالمی که علمش مردم منفعت بردن، فایده بردن، علمش در خلق خدا رسانید. عالمی که یک قشلاق راهنمایی و رهبری کرد، نماز خوان کرد، تا وقتی که قومی وی شاگردای وی یعنی هستن و مردم نصیحت میکنن، دیگر کس با نماز خوان میکنن، ثوابش در نامه اعمال این استادشون نوشته میشه. و سیمش او ولد صالح یدعو له. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی که از خودش فرزند صالح باقی گذاشته رفت، یعنی فرزندش در جامعه در خلق خدا خدمت میکنه، فرزندش انسانی خوبی هست که کارهای مردم بود میکنه، در هر ساحه باشه، چی دکتر باشه، چی معلم باشه، چی یعنی استا باشه، چی یعنی طعام پزنده باشه، چی دیوارگر باشه، هر کسبی که از دستش میآید وقتی در خلق خدا خدمت میکنه و فایدهش در مردم میرسه، ثواب ای در نامه اعمال پدرش نوشته میشود. یعنی ولد صالح یدعو له معناش این است که انسانی که از خودش فرزند صالح باقی گذاشته رفت، فرزندش تعلیم و تربیت کرد، بعدی رفتن مردم میگن خدا رحمت کنه پدرش، خدا پدرش رحمت، فرزندش بسیار بچه خوب است، خدمتگار است، نمیگن یعنی لعنت نمیفرستن برای پدرش. این چنین انسان هم خداوند نامه اعمالش محکم نمیکرد است. برادر عزیز بزرگوار، خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملای عزیز، همین صورتهای خودمان را هم درست نیست در خانه گذاشتن؟ نه برادر عزیز، صورت شبهای گذشته گفتیم که در خانه که صورت سگ باشه در اوج ملائکه داخل نمیشه. اگرچه صورت یادگاری هم داشته باشه، اصل صورت در اسلام درست نیست. صورتها یعنی صورتهای زیاد که امروز عادت شده همه دنیا پر شده، این صورتها در اسلام صورت گرفتن معنی است درست نیست. اما این صورتهایی که بعضی انسان‌ها یادگاری میگن، یعنی بهترش در یک جای یعنی گذاره، در تنهایی در خانه‌هایی که زندگی میکنه و خواب است، بهتر یعنی در دیوارها اونها را آویزان نکنه، کشال نکنه. بهترش در یک درون شکاف صندوق یگان شیفانه را یگان جو بیره گذاره، چون که در هر خانه‌ای که صورت سگ باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تن در اون خانه ملائکه داخل نمیشه. وقتی ملائکه داخل نشه، ببینید امروز چقدر مردم شکایت های زیاد دارن که بعضی ها را جین میزنه و جینوره میشون و زیونوره میشون و بعضی اونها کسل های روحی زیاد میشن. سببش اینه وقتی ملائکه از بدن انسان دور شد، البته مثل گرگی گرسنه برین، جین ها در حق خون انسان تشنه هستند، دشمن انسان هستند، اونها حرکت میکنن برای ضرر و زیان رساندن. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار، صورت خودمانم در خانه ها یعنی در دیوارها کشف کردن خوبی نداره. السلام علیکم دوملای محترم. خب سوال، زن حامله دار خب کودکی 3-4 ماه ویران کند، باید کی همخوابگی کند با شوهرش؟ اکنون زنی که کودک ویران میکند یعنی کودک میپرتوید، اگر اون کودک یعنی اینا وقتی ویران میکند میپرتوید، اگر در اون کودک یعنی نشانه های انسانیت، نشانه های آدمی پیدا شده باشه، مثلا یگان سری انگشتش نمایان شده او گوش پاره، یا اینکه چشمش نمایان شد، یا اینکه بینیش نمایان شد، یا اینکه گوش پیدا کرد در همون گوش پاره که یعنی کودک میشد آخر، اگر اعضاهای انسانیتش که پیدا شده در این صورت ویران کرد و یعنی بیرون کرد از خودش، در این صورت این زن یعنی نفاس میگذرانه. نفاسش یعنی اکثر زنها عادت دارن، مردم ما 40 میگوین، اگر عادت نداشته باشه 40 روز مثلا بعد از ویران کردن کودکش این زن میسته، بعد از 40 روز بعد از اون یعنی چیکار میکنه؟ شوهرش همراهش همخوابگی میکنه. اما زنهایی که عادت دارن وقتی هم عادتش گذشت، مقصد عادتی دائمش وقتی که گذشت، بعد از اون میتواند که شوهرش همراهی و همخوابگی کنه. اما اگر یک گوشپاره خالی باشه، یعنی 2 ماه 3 ماه گوشپاره باشه و در او اثر خلقت پیدا نشده باشه، مقصد یگان اعضای انسانیت در او پیدا نشده باشه، در این صورت هم گوشت که یعنی پرتاف، در این صورت نفاس نمیپایه، وای نفاس برای او یعنی 40 نمیگذرانه، برای او بعد از اون مدتی اندک شوهرش میتونه که همراهش همخوابگی کنه.
اینجا برادر عزیز سوال کرده که سوال دوم، آیا زن هم در شب خوابش احتلامی می شود مثل مرد؟ و رحمت الله بر شما بود. سلامت باشی برادر عزیز. بله برادر، زنها هم احتلامی می شوند. زنها هم مثل مرد، چی نوعی که مرد احتلامی می شود این چنین زنها هم احتلامی می شوند برادر عزیز. این حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کردن که ام سلمه مادر از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، جناب پیغمبر گفتن آره، گفتن زنها هم یعنی احتلامی می شوند. در حدیث اومده است این لفظ برادر عزیز بزرگوار. چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملای عزیز، سوال من چنین است: اگر آدم در داخل نماز اندک خوابش برد و بیدار شود طهارتش می شکند؟ نه برادر عزیز، انسان در درون نماز اگر خوابش هم ببره، چی در قعده باشه چی در قیام باشه، نه طهارتش می شکنه نه نمازش فاسد می شود. وقتی که بیدار شد، یک مدت خوابش بیدار شد، نمازش دوام میده، طهارت وی نمیشکنه. اگر انسان در غیر نماز هم مثلا مثل من بر این دبار میانش نه در چیز تکیه زده نباشه، دبار میان نشسته، این چنین اگر خوابش ببره دبار هیچ چیز نباشه، طهارتش نمیشکنه. چی قدر یک خواب رو. اما اگر دبار هر سه وقت تکیه زده باشه و خوابش بره، بعد در این صورت یعنی طهارتش میشکنه. در درون نماز وقتی چی در قعده باشه چی در قیام باشه، در حالت راستا ایستادن باشه، اگر خوابش ببره طهارتش هم نمیشکنه، نمازش هم فاسد نمیشه، یعنی نمازش دوام میده برادر عزیز بزرگوار. خب والله اعلم، خواهر اسلامی باشه برادر باشه. السلام علیکم حضرت، سوال دارم. مردی که از همسرهای پیشینه اشان یعنی خواهر جدا شدند، خب به فرزندانشان الیمن نمی سپارند، خب یا که 5 یا 6 هزار روبل در 1 یا 2 سال میتیند، آنها در نزد الله جواب میگن آیا در اسلام در شرایط سپاریدن الیمنت هست؟ خب التماس به سوالهای ما جواب گوید، انتظاریم. بله برادر عزیز هستی یا اینکه خواهر اسلامی هستی، اینا نفقه میگوین. وقتی که یک انسان همراهی همسرش جدا میشه، چند فرزند داشته باشه، اون فرزندها را نفقه شونه تأمین کردن در گردن پدر واجب است تا سن بلاغت شونه، تا حالت بلاغت در گردن پدر واجب است که نفقه اونها را تأمین کنه. نفقه شون مثلا خورد و خوراک و لباسایی که میپوشن اینها را برای یعنی مرد برای پدر در گردنش واجب است که نفقه شون تأمین کنه، برای پدر این واجب است. اگر البته وقتی که به اهمیتی کرد و فرزنداش نگاه نکرد و به پرواگی کرد، وقتی فرزندا همراه مادرشون باشن بعد از جدا شدن، البته این مرد گناهگار می شود در قیامت در نزد خداوند. برای این یعنی عملی بدش، برای به پرواگیش یعنی پرسیده می شود و جواب گفته می شود و عذاب کرده می شود. چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دوملا، خب مرد می تواند با زنش نماز را با جماعت خواند هر دو؟ بله برادر عزیز، مرد همراهی زنش می تواند که نمازها را جماعت خواند، فقط صف بین مرد و زن جدا بودن فرض است برادر عزیز. خودش صفی یعنی پیش می ایستد، در راستش یعنی راستی پشتش علاهیده زنش جای نماز می اندازه و از پشت است یعنی اقتدا. این مرد خودش اذان میگوید، قامت میگوید، اقتدا میکنه، با صدای بلند الله اکبر میگوید، زنش از قفاش اقتدا میکنه. به این نماز جماعت خواندن درست است. فقط صف بین زن و مرد علاهیده بودن فرض است. اگر یگان اعضای زن خدای نخواسته مثلا در کنار زن قفاتر وقت اقتدا کرد، یگان اعضای زن در اعضای مرد در حالت سجده کردن برابر شود، مثلا سر زن تا بجیلک پای مرد اگر بیاید برابریش، مثلا مرد پیشتره از قفا، وقتی سجده کرد سر زن در برابر بجیلک های پای مرد بیاین، نماز مرد فاسد می شود، نماز مرد ویران می شود. به همین خاطر زن باید صفش علاهیده باشه، با چنان عقیبه باشه که یگان اعضاش در اعضای شوهرش برابر نشه، مثلا در پشتش باشه، چون که بین مرد و زن
جدا بودن صف این فرض است در شریعت. و این خاطر درست است مرد می تواند که خود از آن گویا قامت کنه و زنش از قفاش در پشت راستش بیسته و نماز جماعت خونن، ان شاء الله ثواب جماعت میگیره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن یک رکعت نمازی به جماعت 27 درجه ثوابش زیاد است از نماز تنها گذار. وقتی همراهی همسرتم که جماعت خوندی ان شاء الله که ثواب زیاد از خود میکنی برادر عزیز. خب اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من یک خواهر اسلامی شما می باشم، در وقت قرآن خواندن تلویزور ماندگی باشه گناهگار میشه. من برای فرزندانم میمانم تا که من غم نتیان. الله مهربان جزای خیر تید. آمین. سلامت باش خواهر محترمه. اکنون در وقت قرآن خواندن شما تلویزور بلند باشه که شما را خلل رسانه و سبب خواندن یعنی معنشیدن تلاوت شما و خلل تلاوت قرآن شما باشه، البته را گناه است، اما به خود پسترش بگذاری که وقتی شما تلاوت قرآن کرده شما را خلل نرسونه. از تلویزیون خودش خوبی نداره ماندنش، اما به خاطر که فرزندا یعنی فکرهاشون به تلویزیون شوه و شما را غم نتیان، در این حالت پسترش بگذار اونها تماشا کنن و شما قرآن خونه ان شاء الله براتون ضرر نداره. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله. حضرت یک سوال دارم. 4 روز می شود که تمپراتورم از 38 نمی فراید. من می توانم روزه را خورم یا نه؟ رحمت خداوند بر شما و سلامت باشه برادر عزیز. بله، وقتی شما یعنی حرارت بدنتون تسبتون که بلند شد، در این صورت می توانه که یعنی به خاطر پس کردن تسب حرارت، چون که حرارت برای سلامتی انسان خیلی ضررهای زیاد داشته است، از یعنی حسابی طب ها، از حسابی طبیب ها این معین شده است. شما می توانید که وقتی حرارت شما 38 تا 40 یعنی بلند شد، در این صورت می توانید که روزه خود را خوره. بعد از رمضان فقط قضا می داره، تمام، برای شما کفارت نیست. بله برادر عزیز، وقتی حرارت بلند شد شما می توانید که یعنی دارو خوره و روزتون خوره. اینجا برادری عزیز سوال کرد که السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم التماس جواب دهید. یک خیل وقت دندانم خون می آید وقتی چای یا که آب خورم، در این حالت طهارتم می شکند؟ بله برادر عزیز، وقتی که خون برآمد در کدام حالتی که باشه خون زرداب در مذهب ما یعنی طهارت می شکنه. البته در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خون نجس است، به نماز است، اما طهارت نمی شکنه. در مذهب ما خون چه اگر ایدهان برای یا چه اگر از بینی، از هر کجایی که برآمد طهارت انسان می شکنه برادر عزیز. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، من در یوتیوب 2 کانال هوی کردگیم، ویدیوهای اسلامی میپرتایم، ثواب میگیرم؟ داملو جان، اکنون برادر از مقصد شما برای اصلاح خدمت جامعه باشه، انشاءالله نواره های اسلامیه وقتی شما گذاره انشاءالله که ثواب میگیره. حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الدال کالفاعل، دلالت کننده مثل کننده است. وقتی شما یک موعظه یک اهل علم میگذاره، مردم او را گوش میکنن، از او پند میگیرن یعنی نصیحت میگیرن، با او عمل میکنن، شما هم برابر همون واعظ همون عالم ثواب میگیره انشاءالله، چون که شما مردم دلالت میکنید. امروز ببینید چقدر در این شبکه‌های اجتماعی فسق و فساد و رسواگی زیاد است، هر کس یعنی کار خود را پیش میبره. انشاءالله شما هم ثواب بزرگی میگیره که این خودش یک نوع جهاد است، انشاءالله با ضد شیطان مقابلت و مبارزه کردن است. انشاءالله برادر عزیز ثواب میگیره شما. اگرچه بعضی برادرها میپرسن که سایت های پولکی از در یوتیوب، اگرچه شما پولم گیره پولم کار کنه، انشاءالله در برابر اینکه شما نواره های اسلامی میگذاره یعنی امر معروف و نهی منکر، تلاوت قرآن، در برابر انشاءالله رب العالمین شما ثواب میگیره برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر عزیز سوال که السلام علیکم، خب وقتی که زن نکاحی مرد را قرآن خوان کند در حقش چگونه دعا کنیم؟ دعای خوشبختی، خداوند چنین زنها را صفشون از زیاد کنه که زنهای با ایمان، زنهای با غیرت، زنهای مربی که شوهرهای تنبل و سستی خود را قرآن خوان کنند. البته این خیلی غیرت عالی هست که زن شوهر ببین که این خیلی جای یعنی
غیرت است برای انسان. خیلی برای انسان، یعنی برای انسانی به ناموس باید ننگ باشه، چون که زنی و قرآن خوان است خودش نیست. البته در حق چنین زنهایی که خانه انسان نور بخشنده هستند، البته اکثر از خواهرهای اسلامی ما وقتی تلاوت قرآن میخونن ان شاء الله نور می آید، برکت میاد اون خانه، نزول رحمت میشه در این خانه ان شاء الله. چی جایی که با شوهرهاشون قرآن خوان کنن بهترین است برای این. دعای کنه که خداوند این زن شما را هرگز از شما جدا نگردانه، هم در دنیا هم در آخرت خوشبخت باشند. خداوند چنین صف زنها را زیاد گردانه. خب یگان دعا برای این شخص ها وجود دارد و این گونه زن را چی انتظار است در پیش؟ البته قصرهای عالی، رحمت خدا، دیدار پروردگار برای چنین زنهای صالحه، زنهای قرآن خوان، زنهای نور بخشنده، زنهای مربی، انشاءالله در جنت قصرها و رحمت پروردگار و مغفرت الهی و نجات از قهر و غضب خدا و دیدار پروردگار انشاءالله برای چنین زنها مشرف میشه در آخرت. خب چه برادری از سوال کرده. سلام علیکم دوملو. خب سوال، وقتی که سوره رو از یاد میکنیم هر باری خواندگی بسم الله میگوییم، اکنون بسم الله میگوییم یا نه؟ اکنون برادر عزیز، بعضی انسان‌های مقصد قاری بچه‌ها یا که انسان‌هایی که میخواهند که بعضی سوره های قرآن یا اینکه بعضی آیات های قرآن حفظ کنن، یعنی از یاد کنن، در این صورت در تلاوت قرآن یکم بار اعوذ بالله گفتن واجب است، بسم الله گفتن سنت است. بعد از اون هر باری که از ابتدای یعنی آیت یا از ابتدای سوره سر میکنه، هر بار سر کردن بسم الله گفتن مستحب است. اگر شما دیگه در حالت تکرار هم بسم الله نگویید گناهگار نمیشه. اما یکم بار وقتی یعنی قرآن میکشه یا ابتدا سر میکنه برای تلاوت کردن یا اینکه برای تکرار از یاد کردن، در این صورت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گویه، دیگه دوامش تکرار کردن گیره، ان شاء الله برای شما درست است برادر عزیز. خب دویم سوال، بچه های روزه خورن با همراهی ما روزه داران افطار میکنن، ممکن است؟ خب بخشش که بسیار نوشتم. اکنون برادر عزیز بله ممکن است. او انسانی که روزش خورده است، آیا او را طعام دهی ندهی البته این ضرر نداره. او در قیامت خودش جواب خودش میگردونه که به چی خاطر روزش خورد، به چی خاطر روزه نگرفت. اما همراه شما نشستن طعام خورن و همراه شما یا اینکه شما با ایو را طعام ده، ان شاء الله برای شما یگان ضرر نداره، برای شما ثواب میشه ان شاء الله، یگان ضرر نیست براتون برادر عزیز. خب سلام علیکم داملا، یک سوال دارم. من همراه شوهرم همگی 1.5 سال زندگی کردیم، بعد جدا شدیم با سبب خب نافهمی تهمتی بزرگ. خب یک فرزند دارم 8 ساله است. در همین 8 سال یگان بار نپرسیده فرزند دارم گفته من. خب نمیخواهم که فرزند من در آینده پدر گوید. اون انسان را خودم نمازخوان قرآن خوان می باشم، لیکن چی کنم؟ اون عذابا یادم ده نمیبره. داملا گوید از روی اسلام من چیکار کنم؟ اکنون خواهر محترمه، این شخصیت وقتی دوامی 8 سال فرزندش سراغ نکرد، البته وی گناهگار است در شریعت، در نزد خداوند و جوابگو هست، چون که دوام این 8 سال باید فرزند را یعنی نفقه او را تأمین میکرد، خوراکه و لباسه وی باید تأمین میکرد. این در گردن پدر واجب است. حتی در دوام این 8 سال باید شما را یعنی اجر و مزد میداد به خاطر که فرزندی وی شما نگهبانی کرده. اما وقتی که بی‌پرواگی کرده است، این شخصیت در نزد خداوند گناهگار است، در قیامت جوابگو است. اما شما این کار کرده نمیتوانید در شریعت که این فرزند نگذاره پدر خود را بیند.
وای گناهی کرده است، کمبودی کرده است، در نزد خداوند خودش جواب میگوید. اما شما نمیتوانید از روی اسلام دیده که این فرزند از پدرش جدا کنه. بگذاره که پدرش ببینه یا اینکه پدرش گاه گاه بیا فرزندش خبر گیره، اما نه با او طرزی که دائمی یعنی فرزندش همراهش ببره. بگذار فرزند همراه شما باشه، شما فرزندتون یعنی نگهبانی کنه، اما از پدرش ایرا جدا کرده نمیتونه. خواهر اسلامی حرکت کنه که یعنی بگذاره پدرش بمیره، به خاطر که شما گناهگار نشوی و در قیامت جوابش خودش میگوید. شما به خاطر که در قیامت جوابگر نشوی، گناهگار نشوی، بگذاره خواهر اسلامی وقتی کدام وقت خواست و آمد یعنی فرزندش ببینه، یا که فرزند کدام وقت خواست پدرش ببینه. این فرزند از پدر جدا کنه و نگذاره وی پدر گوید، صد نکنی آینده وقتی وی کلان شد وی سراغ میکنه، پدر میخواه. به این خاطر شما مقصد حق نداری برای معن داشتنش جدا کردن از پدرش. خواهر عزیز، برادری عزیز سوال کرده. سلام علیکم داملای عزیز. سوال: برای فرزندها از سین چند سالگی روزه فرض است. اگر سینش خرد باشد روزه دار چی می شود؟ رحمت داملا جان. خدا خوب دعا کنید در حق ما، خداوند نگهبانتون باشه، بخت سعادت نصیبتون گردونه. برای انسان ها، برای یعنی کودک ها، برای طفل ها، دختر عادتا دختر از سین 9 سالگی، پسر از سین 12 سالگی به بلاغت میرسه. از حال همون لحظه در گردنشون یعنی روزه گرفتن و نماز خواندن فرض می شود که اونها یعنی جوان باشه یا دختر باشه احتلامی شود. یعنی جوان شیطانش زنه، دختر شوهرخواه شود، یعنی بفارش که شوهر کردن، یعنی مردینه خواه شود. از همون لحظه یعنی در گردنشون نماز و روزه فرض می شود. و عادتا اکثر یعنی کودکا دخترها از 9 ساله و پسرها از 12 سالگیش به بلاغت میرسند. اما بعضی کودک هایی هستند که یعنی بی جنس هستند، بی قوت هستند، بیمار هستند. اینها را فقها گفتند که تا سن 15 سالگیشون یعنی بلاغتشون میکشیده است. بعضی جوان ها تا سن 15 سالگی هم احتلامی نمیشدند از حساب یعنی بی حرکتی و بی قوتی جسم و بدنشون. اینها تا هم 15 سالگی شد در گردنشون فرض نیست. اما از 15 که گذشت 16 شد دیگه، اگرچه احتلامی هم نشوه یا اینکه شوهر خواهنده هم نشوه، اینها را در گردنشون فرض است که باید نمازهاشون خوانند و روزه گیرند. برادری عزیز، اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا در همین ماه رمضان بندگی کردن یگان ثواب دارد در آخرت؟ اکنون برادر عزیز برای انسان‌های مؤمن و مسلمان البته را ثواب دارد. ماه رحمت است، ماه فضیلت است، ماه مغفرت است، ماهی است که درهای جنت گشاده هستند، درهای دوزخ محکم هستند، شیطان‌ها محکم هستند. ماهی هست که عذاب خدا در این ماه از بالای بنده ها برداشته شده است. ماهی هست که در این ماه خداوند هزارها انسان‌ها را هر روز از آتش دوزخ بخشیده و خلاص می‌گرداند و نجات می‌دهد. البته برای شخصیت مؤمن و مسلمان در این روزها وفات کردن البته فضیلت داره. اما برای انسان منافق و فاسق اگرچه شب قدر هم بندگی کنه، برای او یگان فایده نیست، برای اون یگان یعنی سبکی و آسانی نیست. برادر عزیز بزرگوار، خب اینجا برادر سوال کرده که السلام علیکم داملای عزیز. من یک جوانی غریب نماز و روزه میگیرم. گوید که خب شرمگاه زن خود را دیدن ممکن است بغیر از همخوابگی. اکنون برادر عزیز از روی فتوا، از روی شریعت، مرد تمام اعضای بدن زن خود را دیده میتواند، چی در حالت همخوابگیش باشد چی در حالت غیر همخوابگیش. اما از روی تقوا اکثر از بزرگای دین میفرمایند که یعنی شرمگاه همسرش، موضعی هایی که مقصد منع هستند، حرام هستند، اونها را انسان دیدنش براش چی ضرر دارد؟ ضررش این است که انسان فکرش پریشان میکرده است، انسان فراموش خاطر میکرده است. یعنی بعضی ضررها در فکر انسان، یعنی در
ذهن انسان ضررها داشته است. به همین خاطر بعضی از علما گفتن خوب نیست مقصد نگاه کردنش نباشه. از روی فتوا تمام اعضای زن برای شوهر خودش دیدنش یعنی درست است، تمام اعضای مرد برای زن خودش دیدنشون درست است. یگان مانعیتی نداره برادر عزیز بزرگوار. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، خب یک سوال دارم التماس جواب گویید. من 2 سال می شود که قرضیدار هستم. خب پارسال در رمضان فطر روزه را داده نتونستم، چی کار کنم؟ خداوند شما را نگهبان باشد. برادر عزیز صدقه فطر برای انسان‌های قرضیدار، انسان‌هایی که به نصاب یعنی مالشو دارندگیشون نمیرسه، برای اونها واجب نیست. یعنی انسان‌های مثلا امروز اکثر برادرهای ما در این کرانتینه ها یعنی در خانه ها محکم هستند، اونها را مردم یاردم میکنن، از هر جانب خوراک تامینشو میکنن. برای انسانی که یعنی دارنده نیست، پول نداره، مال نداره، برای اینها صدقه فطر در گردنشون واجب نیست. اگر اینها ادا هم کنن برایشون همچین یک صدقه نافله میشوه. یعنی برای اینها واجب نیست. وقتی شما قرضدار باشه در مذهب خودمون، در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، برای انسان‌های یعنی قرضدار، برای انسان‌های کم بغل نادار صدقه فطر در گردن اونها واجب نیست. سال گذشته هم که وقتی شما قرضدار باشه در گردنتون واجب نیست. این سال هم وقتی نادار دارنده نباشه و قرضدار باشه برادر عزیز در گردن شما صدقه فطر واجب نیست برادر عزیز. خب برادری عزیز سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا یک سوال دارم، خب جوابش رو انتظارم. وقتی که قرآن را خواندیم تمام کردیم بعد سجده ها را خوانیم جایز است؟ بله برادری عزیز، وقتی انسان قرآن خوان تمام کرد، وقتی سجده های تلاوت نکرده باشه، در قرآن 14 سجده تلاوت است، باید که سجده هاش ادا کنه، چون که سجده های تلاوت اینها واجب هستند. انسان اگر ترک شو کنه از گردنش ساقط نمیشه، در قیامت جوابگری داره برادر عزیز. سجده های تلاوت وقتی قرآن ادا کردی یک جای نماز می اندازی یعنی 14 بار سجده میکنی از گردن ساقط میشه برادر عزیز. سلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک گروه برادران شهر مسکو 2 سوال داشتم. یکم، ما وقتی سحرخوری را تا وقتی فجر 2:24 میخوریم، آیا این طور درست است؟ اکنون برادر عزیز وقتی فجر، وقتی شما گفته فجر نماز بامداد است، شما حق نداره تا وقتی فجر خوره، چون که این شاید اگر در تقویم های شما 2:24 وقتی فجر باشد، اگر این وقتی بامداد است تا این لحظه شما حق نداره. اگر 2:24 وقتی یعنی بامداد باشه، شما 10 دقیقه 15 دقیقه تا وقتی بامداد مونده یعنی خوردن بس کنی برادر عزیز، چون که این فجر وقتی شد، وقتی بامداد شد صبح میدمه، وقتی که صبح دمید شما خورده باشه، البته شما روزه ها را خوردگی هست، روزه ها را فاسد کرده، براتون لازم است که بعد از رمضان یعنی قضا بداره این روزه ها را. تا وقتی فجر شما نخوری برادر عزیز، پیش از یعنی وقتی فجر 10-15 دقیقه موندگی شما خوردن سحر خوراک بهترش بس کنی برادر عزیز بزرگوار. خب اینجا برادر عزیز دویم سوال کرده که خب وقتی فرض را با جماعت کی بخوانیم؟ به نهایت ضرور است. وقتی نمازی فرض یعنی فرضی بامداد با جماعت، وقتی فجر همون 2:24 وقتی نوشته شده است، این اولی وقت است برادر عزیز. در اولی وقت شما از آن گوی سنت ها را خوانه. اگر انسان های کار کننده نباشه میتوانه که بین فرض سنت و کمی است، چون که ثواب است در مذهب خودمون مستحب است که انسان کمتر یعنی بین سنت و فرض است، یعنی کمتر به سوی روشنی خانه بامداده. اما جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت ها هستند که نماز بامدادشون در اولی وقت یعنی میخوندن. چنین حدیث ها، چنین روایت ها هم هست. شما میتوانید که کمتر وقت گذرونی بعد از اون خونه. اما وقتی آدم های شلپر خسته باشه و کاری باشه، وقتی سنت خوانده بعد از اون وقتی بامداد در آمدن، میتونید که قامت گویی و یعنی در اولی وقت فرضم خوانی و بعد از اون خواب کنی.
برادر سوال کرده که السلام علیکم، تلفن به کتاب نماز باشد، خب توالت در این ممکن است؟ برادر عزیز، در تلفن اگر انسان کتابی باشه که در درون او آیت هست، مثلا کتاب های نماز، البته این سوره های کوتاه، سوره فاتحه و چند سوره کوتاه قرآن هست، اگر در درون تلفن باشن، مثلا در اکرانش نباشن، درون تلفن حکم معاینه سر داره، حکم مغز سر داره. چی نوعی که انسان در سرش چند سوره از یاد میدونه، همین حکم داره. وقتی در درونش باشه یا اینکه قرآن کل در درون تلفن باشه، ضرر نداره، به این تلفن حاجت در آمدن درست است. اما اگر در اکران تلفن یگان آیت گذاشته باشه که در حالت گریان باشه و روشن باشه، اون آیت نمایان باشه، در این صورت البته ممکن نیست، در این صورت معنی است، در این صورت نادرست است حاجت خانه در آمدن. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، وقتی خواب دراز کشیده باشی آیت الکرسی را بخوانی ممکنه؟ به همین سوال روشنی می انداخته داملا عزیز. برادر عزیز، وقتی که انسان یعنی جاگش در آمد و دراز کشید، اکثری از علما البته گفتن که این آداب نیست، یعنی آداب اسلامی نیست، چون که به احترامی در تلاوت قرآن می شود که یعنی انسان وقتی که در حالتی دراز کشیده است و تلاوت قرآن کنه یا اینکه ذکر گوید. اما با بعضی از علما اجازه دادن. دلیل اینها همون آیتی هست که خداوند انسان‌های یعنی عاقل، انسان‌های ذکر گوینده میگویند شخصیت‌هایی است که الذین یذکرون الله، خب شخصیت‌هایی که ذکر و یاد خدا میکنن، انسان‌های عاقل، انسان‌های یعنی ذاکر، شخصیت‌هایی هستند که در حالت راستا بودن، در حالت نشسته بودن، در حالت و علا جنوبهم، در حالت یعنی یک پهلو غیلیده در زمین در جوگه دراز کشیدن هم در ذکر یاد خدا هستند. همین آیت دلیل کرده. بعضی ها میگویند که در حالت یعنی خواب بودن هم انسان میتواند که پاها دراز تلاوت قرآن کنه. بهترش اگر شما آیت الکرسی خواندنی باشه پیش از خوابتون، براتون بهتر است که نشسته خوانید، در بدن شوف کنه، بعد از اون دراز کشه، چون که بی آدابی در تلاوت قرآن نشود. نباشه بعضی از علما اجازه دادن، بعضی از فقها اجازه دادن، گفتن در حالت خواب بودن هم درسته، ضرر نداره. سلام علیکم داملای محترم، من در روسیه کار میکنم. خب و در تاجیکستان و در خانه تاجیکستان کار دارم باشه. من به خاطری خب محرم بودن تقام را به کار گفتم. وی با یک دوستش آمد و او را خب به مثلی دادر گفته. در خانه ما شب ماند و خودش رفت. در خانه ما فقط مادرم، خواهرم و بیبیم بود. خب من به خاطر الله گفتم وی شخص را جواب دهید و تقایم از من ناراحت شد. خب به من و تقایم چی میگوید؟ اکنون برادر عزیز، شما کاری درست کرده و شخصیت اگرچه دادرخوان تقاتون هم باشه برای شما نامحرم است، در صورتی که در خانه شما خواهر شما است، مادر شما و بیبی شما است. وقتی مردینه نباشه در خانه شما، ایستادن وی نامحرم در خانه شما نادرست است. البته در این صورت تقای شما ناحق است، از روی شریعت وی حق نداره و در خانه که یگان مردینه نیست معنی کنه. شما کاری درست کرده. باید که انسان نامحرم در حالت صورتی که مردینه در خانه نباشه باید وی نایسته. البته کاری درست کرده. در این صورت تقای شما ناحق است برادر عزیز. خب اینجا برادر سوال کرد که سلام علیکم داملا، من یک سوال داشتم، اگر جواب میدادید خیلی خوب میشد. یک آدم نزدیکم طبیب خب از این وبا خب در ماه شریف رمضان از عالم گذشت، آیا شهید حساب می شود؟ خب و در حقش دعای خیر کنید داملای عزیز. خداوند بزرگوار رحمت و مغفرتش کنه و پروردگار خانه آخرتش آباد بگردانه و درجه شهادت خداوند نصیبش بگردانه. بله برادر عزیز، انسان هایی که از این وبا یعنی وفات میکنن، حدیث جناب پیغمبر است که این حدیث متفق علیه است، هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت انس. گفتن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که الطاعون شهادت لکل مسلمین. گفتن وبا، کسل های وبا
برای تمام شخصیت مسلمان این شهیدی هست، درجه شهادت داره. البته هر انسانی که از این وبا وفات کنه اون درجه شهیدی را از خود کرده است برادر عزیز. خب اینجا برادر سوال کرده که السلام علیکم حضرت، اگر سومی که از حساب کودک هایت میتین در روسیه، یعنی کودک پول زکاتش را دادن جایز است یا نه؟ خداوند از شما راضی باشه. اگه برادر عزیز پول هایی که برای کودک ها میدهند اونها را شما یعنی نمیتوانید زکات برای اونها ادا کنید، چون که در گردن صبی، در گردن انسان کودک نابالغ زکات فرض واجب نیست. هر سومی که وقتی در حساب اونها جمع می شود اونها را بهتر شما باید در خود اون یعنی فرزنداتون صرف کنه، براشون لباس خره، براشون یعنی خوراک خره، یعنی از حساب جای خواب و سلامتشو از همون پولهای خودشون براشون تأمین کنه بهتر است. ضرر نداره، معنی نیست که مثلا ولی هاشون صاحبا پدر و مادرشون از اون پول استفاده برن، درست است، اما بهتر شما اون پول در خود اون کودکا صرف کنه. از اون پولی که یعنی از حکومت در حساب کودک ها میگذره از اون پول زکات نیست برادر عزیز بزرگوار، اون زکات نداره، چون که در گردن صبی، در گردن انسان نابالغ زکات فرض نیست. چه برادر سوال کرده سلام علیکم دوملا جان، یک سوال داشتم. علاوگردانی در اسلام چی حکم دارد و آدمی که پیش جادوگر می رود؟ پیشکی رحمت خدا سلامت باشه برادر عزیز. علاوگردانی اینها اصل شرعی ندارن، حرام هستن برادر عزیز. اینها یک ایم باشن یا یکون چیزی عادتی مردم باشن، اینها اصل شرعی ندارن و نزد جادوگر رفتن، نزد فالبین رفتن این در شریعت حرام است، معنا نادرست است برادر عزیز. و هر انسان گفته جادوگر و فالبین اگر یعنی باور کنه و تصدیق کنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بسیار سخت گفتن. در روایتی که این حدیثی صحیح است، امام احمد روایت کردن این حدیث از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اتی کائنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. تن هر انسان که پیش جادوگر روه یا اینکه پیش فالبین روه تصدیق کنه، باور کنه اون چیزهایی را که او براش میگوید. مثلا فالبین جادوگر براش میگه که آینده تو چنین میشه و چنان میشه و باید غم در حیاتی تو بیا، باید خرسندی بیا، تو دشمن داری، پیش راهی تو تاریک و سیاه است. چون این سخنها وقتی گفت انسانی رفتگی و گوش کننده وقتی باور کرد و تصدیق کرد، پیغمبر بزرگوار گفتن این انسان کافر شده است به همین قرآنی که به محمد نازل شده است. یعنی پیغمبر بسیار سخت گفتند. در روایت دیگر که این حدیث مسلم روایت کرده است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که انسانی که من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلة. گفتن هر انسانی که پیش یک انسان جادوگر فالبین و پیشگو میروه و این انسان از او چیزی میپرسه، یعنی به حاجتش میپرسه که منو ببین، فالم ببین، یا اینکه آینده منو ببین، پیش ما مشکل ما کشاده کن، وقتی چیزی از اون پرسید جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این انسان تا 40 شبانه روز خداوند یگان عبادتش قبول نمیکنه. انسانی که نزد فالبین جادوگرته، این حرام است برادر عزیز بزرگ، در شریعت معنا نادرست است. خب جه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما را احترام میکنیم، خداوند از شما راضی باشد. خب از یک آدم شنیدم داملا جان، خب هنگامی حاجت نکنی و اگر باد براید، هنگامی حاجت نکنی اگر باد براید طهارت دست رو کنی جایز است. نماز خواندن، خب در حقمان دعای خیر کنید، خداوند کنید. شما را دوست می‌داریم. سلامت باشی برادر عزیز، خداوند بخت سعادت دنیا و آخرت نصیبتون گردونه. البته وقتی انسان بادی تنها از او برآمد، یعنی حاجت نره فقط بادش برآمد، در این صورت مستحب کردن یعنی بین پاره شدن برای شرط نیست، طهارت دست رو میکند، نماز میخواند، برای شرط یعنی نیست که مستحب کنه بین پاش شویه برادر عزیز.
خب اینجا برادر سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا جان، داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما از شهر سنت پترزبورگ. داملا جان، خب من شما را به خاطر الله دوست می دارم. داملا جان، یک سوال داشتم. خب دست علماها را بوسه کردن جایز است یا نه؟ التماس جوابش را گویید. در حق ما دعا را فراموش نکنید. خداوند نگهبانی سر ما و شما باشد ان شاء الله. داملا جان، اکنون برادران عزیز، بوسه کردن دست عالم ها البته این جایز است، این درست است، چون که در روایت ها ثابت شده است که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دست مبارکشان را بوسه می‌کردند و از دیگر صحابه ها هم این چنین روایت ها هستند که دست مبارک جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را بوسه می‌کردند. البته عالم ها وارث های پیغمبر ها هستند، بوسه کردن دست عالم ها هم جایز است. اما بوسه کردن دست بعضی سردارها و فاسق هایی که اونها لیاقت ارزش ایره ندارن، البته علما و بزرگای دین مکروه گفتن، یعنی که نهی کردن و بد گفتن. خب چه برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملا، شخصی که پرستاتیت دارد خب در رمضان سویچه از قفا ماند روزهش میشکند یا نه؟ بله برادر، از این سوال ما روزهای گذشته گفته بودیم. انسانی که وقتی سویچه استفاده برای از جانب قفا وقتی در قفا پیش کرد داخل کرد، البته روزش فاسد میشه و روزش میشکنه. برادر عزیز بزرگوار، السلام علیکم داملای محترم، التماس به سوال من جواب گویید. اگر انسان به خواب بیند که با دختر همخوابه شود لیکن آب منی نبراید، غسل کردن وی ضرور است یا نه؟ التماس جواب گردون. خداوند علم شما را زیاد گردون. اکنون برادر از انسانی که خواب میبینه و احتلامی نمیشوه، یعنی آبش نمیبراید، این مسئله اختلافی و جنجالی هست. بعضی از علما میگویند که براش غسل واجب نمیشه، اما بعضی ها میگویند که وقتی لذت برد، وقتی همون در شب خوابش راحت کرد، اگر در همون خواب دیدنش براش بهتر است که غسل کنه. در هر صورت برای خاطر احتیاطی غسل کردنش براش بهتر است برادر عزیز بزرگوار. لکن بعضی از علما از فقها گفتن که براش غسل واجب نمیشه. خب چه برادر عزیز گفته السلام علیکم اکای داملا، برای بی فرزندها یگان چی می گفتید؟ 5 سال می شود فرزند ندارم. من ندارم زن بده، من زن هستم. التماس برای خب دلبرداری یگان چیزی می گفتین. خب در حق ما دعا گوید التماس. خواهر اسلامی، خداوند برای شما فرزندی صالح، فرزندی نوری چشم خداوند نصیبتون گردانه. اکنون شما در قضا و قسمت الهی تسلیم راضی باشه. در برابر این که خداوند برای شما فرزند نداده است، فقط خواست از خدا طلب کنه، فقط رو به خدا بیاره، در نمازهای شب به گردن کج دعا کنه، ان شاء الله رب العالمین خداوند برای شما فرزند میده. اما برای انسان هایی که فرزند نمیابند، البته اونها غم زیاد میخورن، به شرطی که اونها از این قسمت و از تقدیرشون ناراضی نباشن، راضی باشن که در قسمت اونها، در تقدیر اونها خداوند چنین به فرزندی کشیده است. اگر راضی باشن، تسلیم باشن، ان شاء الله اونها اجر ثواب زیاد میگیرن. از این غمخوریشون، از این ناراحتیشون، از این فکر کردنشون اونها ثواب زیاد میگیرن. ان شاء الله رب العالمین شما غمگین نباشید. در قیامت همراهی حضرت عایشه مادرمون که اونها هم از دنیا به فرزند رفته بودن، همراه حضرت عایشه مادرمون ان شاء الله حشر میگرده. شما غمگین نباشه. در این دنیا با بالای انسان هر نوع غم و ناراحتی که آمد او یعنی به پاداش و به اجر نیست. ان شاء الله رب العالمین خداوند برای شما اجر و پاداش و ثواب زیاد در آخرت نصیب میگردونه. و صلی الله تعالی علی خیر خلق اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم